در بخش اقتصاد کارهای خوبی در دولت انجام شده. اون که من میخوام تکیه کنم این است که تعداد قابل توجهی از شاخصهای اقتصاد کلان رشد رو نشان میده. افزایش رشد اقتصادی به خصوص در بخش صنعت، افزایش رشد سرمایه گذاری، کاهش رشد نقدینگی، کاهش بیکاری، کاهش ضریب جینی، رشد قابل توجه صادرات کالا، تقویت نظام مالیاتی، رشد قابل توجه تولید محصولات پتروشیمی، اقدامات ارزنده‌ای در زمینه نفت و گاز که یکیش همین مرحله 11 پارس جنوبی بود که اخیراً آقای رئیس جمهور اون رو افتتاح کرد. راه اندازی کارگاه‌های تعطیل شده یا نیمه تعطیل، فعالیت‌های مهم در زمینه آبرسانی یا شبکه‌های آبیاری و زهکشی. بعضی از دولت‌ها طبیعتشون این است که فردا را قربان امروز می‌کنن. این دولت نکرده این کارهای بزرگ و زیربنایی رو انجام داده که اثرش ممکن امروز ظاهر نشه به طور کامل، اما بالاخره ظاهر خواهد شد.